ما تو زبان خارجی یه اصطلاح به نام سافت ریست داریم. خب معنی این اصطلاح یعنی اینکه شما بعد از کلی خستگی بیاین و مثل یه بچه تو جاتون استراحت کنید. و خب بهترین مثال برای من میشه اینکه بعد از کلی سرور پی پی و کلی ترپ و اینو کشتم اونو ترپ کردم اونو کرد، بیام و وارد یه سرور چیل بشم تا استراحت بکنم. خوش اومدین به اینویزیبل SMP، سروری که من و 2 تا احمق دیگه درستش کردیم که هر پلیری داخلش یه ابیلیتی خاصی داره. و خب هدف اصلی من برای زدن این سرور استراحت کردن بود، ولی خب مثل اینکه یه سری پلیرها قرار نیست یه جا آروم بشینن. ببینین همه ابیلیتیاتون رو دارین، سرور همین الان استارت میشه، یه سری میشنا الان باز میشن، 3 نفر اولی که انجام بده کوین میگیره، شروع شد. من گوشنم. فعلا منم با شما اومدم. نه من اومدم. به محض اینکه پی پی باز شد 3 نفری یه جوری مثل سگ میریزیم رو. ماس پلیر وی لای باتم نکته بود. آره دیگه اوکی بعد فاکینگ شکست چیزام. تو واقعا همه خب شاید ازم بپرسین که الان چی شد. در واقع ما توی سرور 3 تا NPC اصلی داریم. NPC اول که یه سری کوست بهتون میده و شما با جمع کردن آیتمایی که NPC اول ازتون میخواد میتونین کوین بگیرین. و خب حالا با کوین میشه چیکار کرد؟ میرسیم سراغ NPC دوم و سوم. اگه یادتون باشه من گفتم که هر پلیر یه ابیلیتی داره و خب جدا از اون ابیلیتی ما یه دونه لول اینویز هم داریم که خب شما با دابل شیفت کردن میتونین اینویز بشین و هر چقدر لولش رو بیشتر کنین مدت بیشتر اینویز میمونین. و خب حالا چطوری میتونیم کوینا رو به دست بیاریم؟ راه اول همونیه که بهتون گفتم، یعنی انجام کوئستای NPC اول، و راه دوم کشتن پلیراست که خب توی سرور خیلی از بچه‌ها تصمیم گرفتن که این راهو پیش برن برای گرفتن کوین. وای ناکشا گفتم تریاله. آره بابا تریال گفتم داره میس میگیره. تریال روبروی منن، گفتم که تریال روبروی منن. بچه دمیج هم بدید. ناکبک 250 واسه من میدم. برو بیرون. و خب بعد از استارت سرور من و فورهل و آرواردو رفتیم سمت یه دونه ویلیج تا بیسمون رو اوکی کنیم. و خب موقعی که داشتیم بیس اوکی میکردیم یهو چند تا مهمون ناخونده بهمون سر زد. ندید ساله حاجی. وا ناکشا داره بهش میگه باره داشت. عجب. سلام دوستان چه بیس باش. آقا میبینم که دوستان شما ابیلیتی های خودتون رو دارین، خب ما هم ابیلیتی های خودمون داریم. ویلیجرها رو بذارین بمونه، خب میتونیم ازش استفاده کنیم. این ویلیجرها برن، خب داداش آبو چرا الان اسموکی داشتیم این بغل مقاله. آها اونو بود. حاجی من تو رو میکنم خیلی اوپیه. یه ثانیه جدی من نزن. نگاه. و خب بعد از 2 ساعت حرف زدن با تیم گادین و ناکشا تصمیم گرفتیم که تا مدتی با هم دیگه تیم بمونیم و بعدش رفتیم سمت ترایال تا بتونیم میس بگیریم. یه دونه دیگه من برای من بزن پشت هم، ولی تو دریا بزن. تو دریا دونه من بزن. خب بزن این ست کن. اوکی کادافر دوش دور خیلی باید چیکار کنی؟ عکس افتاد سی لگد بزنه بفر شینه بیافتاد. و خب شب اون روز وقتی که ناروتو جوین سرور داده بود و ما یه جورایی رفتیم به اسپان سرور تا کیدنپش کنیم، من این بچه رو دیدم. اونو بزن ما رو راحت. حوصله 2 روز فارم کردم برای یه 2 تا ویلیج ندارم. دارین چه خبر؟ داداش که من ببینم نزدیک کی؟ نظر راجع به ترید چیه؟ قدش من یعنی قلقم یکم قوی نیست. علیو کشت. و خب روز بعدش گادین بهم پیام داد و گفتش که من نمیتونم تو سرور پلی بدم، پس بیا تا میسمو بدم بهت. آره میدونم همه قرار رندوم شد بود. گادین بیا میسو بده. Thank you my friend. بقیه اتمات هم بده لطفا بودن. و خب الان که یکی از تهدیدمون حذف شده بود، بزرگترین تهدید برای تیم ما ناکشا بود. ولی خب از اونجایی که پی پی تو سرور بسته بود مجبور بودیم که با ترپ بکشیمش. دیگه فکر کنم تا الان باید فهمیده باشین نه؟ من ترپ
حاجی میخوای ناکشا رو بزنیم؟ ناکشا الایترا داره خب. بعد گادین هم دیگه میگه نمیاد. خب فکر کنم این اصلا گادین از اول نقشش این بود که فقط ناکشا رو بیاره داخل این سرور. همه رو داره و میزنه. همه رو میخواد بکشه. همه رو هم داره میزنه. حتما فکر کنم به ما هم خیانت کنه تا یه ذره دیگه. میگم به نظرم هممون غیب شیم، بده استریج بدم بزنیمش الان. وای نگو یه لفت داد. لفت داد از سرور. باور کن. با لفت دادش؟ آره لفت داد. وایسا دارم من جای چیزشو دیسپانشو وایسا. خب میخوایم زیرش ترپ بسازیم واقعا. زیر ترپش کنیم. برو آیم ترپر برو داریم ولی الان شغل گرفت. نه خطش کرده همینجا چیز کرده. و خب فکر کنم بقیه‌شو خودتون بتونین حدس بزنین که چه اتفاقی افتاد. و خب موقعی که من داشتم از سرور لذت می بردم به شکل عجیبی تعداد مرگ و میر سرور به شدت زیاد بود. ولی خب من اصلا به این اتفاقات اهمیت زیادی نمیدادم و داشتم از تعطیلاتم لذت می بردم. این چیزی بود که قرار بود بگم اگه این مرگ و میرا به من نمی رسید. راضی باش برو. چشم که آخه وایسا یه رفت شمشیر تبر رو بزنم آفندم میشه. واقعا میخوایم فایت بدیم؟ نه میتونم بزنم ولی با الایت هم همزمان نمیتونم بزنم. آخ وای تونزت یه جوریه میدونی؟ آخ. و خب حالا من باید به عنوان اونر این سرور صلح رو به سرور برگردونم. بعد از اون اتفاق من و لواشک و علی تکسی و فورهیل و آروادور یه تیم تشکیل دادیم به نام بلک هولز. نپرسین چرا. ولی خب این تیمم بیشتر از 5 ساعت دوام نیاورد، چون فردا یه روزی که نقشه ترپ ناروتو ریختیم علی جان با ناروتو رفت روی تخت و درسته اون به ما خیانت کرد. ولی خب حالا وقتشه که برم و ناروتو رو ترپ کنم. این یه لدر عادیه یا شایدم نه. خب ببینین این یه ترپه، چون اگه یه پیستون رو زیر چند تا بلاک بذارید و اکتیوش کنید کل اون بلاک‌ها بالا میرن که باعث میشه هر بلاکی که بهش چسبیده باشه خراب بشه، که این قضیه برای باتن، تورچ و لدر هم صدق میکنه. با استفاده از این مکانیک و اضافه کردن یه سری ردستون میتونیم یه سیستم بسازیم که همزمان یه سوراخ باز کنه و اون لدرها رو خراب کنه، که باعث میشه هر کسی که بخواد از این لدرها بالا یا پایین بره یهویی بیفته توی یه دونه ترپ. پس من این ترپ رو توی سرور ساختم تا بتونم ناروتو رو بکشونم توی یه دونه بیس فیک و بکشمش. خب آره ناروتو رو به بهونه این که با هم دیگه حرف بزنیم بیاریم اینجا. خب ناروتو قراره از این لدر بیاد پایین، ولی قبلش من باید برم پایین. شما دوتون پایین باید باشین همینجوری بیاین. خب ببینین دوستا همینجوری که میبینین این پیستونه این پایین خب چیکار میکنه؟ اگه من این لور رو بکشم برین کنار میگیره. اگه من این لور اینجا رو بکشم این پیستونه این بلاکا رو پوش میده بالا، خب که باعث میشه لدرها بریک بشه. همزمان با اون خب پیستونی که اینجاست کشیده میشه عقب و این پایینش خالی میشه. خب و این پایینش فریکم بزنین ببینین میفته توی ترپی. ببینین این چسه رو باز کنین توش پر آرمور استنده، تو این چیزام پر آرمور استنده. آروادور تو بعد اینجا وایسی. خب تو اینجا وایسا همینجوری ناروتو رو بزن. علی تکسیو دارم میبینم با ناروتو. علی گت اوت. یو بای بای. حساب آقا پلن چیه؟ خب آقا کجا داریم بری منو؟ بیا بیس دوممونه. بیس جدید زدیم. اون بیس خب بیس جدید زدید؟ آره بیا خطری نیست. بیام پایین؟ آره بیا. کجاست؟ نه آب فکر کنم اوپن باشه. بوس نمیدونم اوپن چی الان چیکاره؟ من آوردیم پایین کجا بشه جای ناامنیه. خب بله ناام. خب من برای اطمینان دیو پایین برای چی میری؟ هر کاری داری بیا بالا بکنیم دیگه. داداش بچه بیام پایین. بیا اینجا پایین. میخوایم بشیم حرف بزنیم. آره حرف بزنی پس ها؟ آره اوکی حرف بزنی بس. ببین چجور حرف بزنی؟ نه با اندپل نه شیت.
شینو بیا پایین شینو. خب پایینم دیوانه. تو وقت مرگته فقط اینکه شینو جان یه باگ داریم که من فایر اسپک دارم و وقتی میزنم کل فقط این آرمور که یه تیریما باگ دوباره از داریم. اول کنده میشن. اشکالی نداره. نارتو اینجا نیست. کجاست؟ لیفت بچه بیان. آنلاکی دوستان خدا نگهدار ما رو. مثل فالینگ داد. اینجا به آرمادور نیاز داریم. اونش شد. نه ایم علی جان ریده قربان ششم. یکی رو بزن. سلام دوستان. اوکی یه لحظه. چی؟ هولدان. اصل ماجرا من در رو بیارم اینجا. شیت. من دارم تمام میکنم چیزی. فارورک 22 تا اینش ندارم. من 26 رو بیشتر ندارم. بریم به 10 تا رسید بک بده چون چیز تمام میکنه. از این وید استفاده کردم که بتونم کل آمورستانا رو اشکنم. میدونم. فکر فرار کم در حالی که من تمامرتون تو بودم. و خب از اونجایی که ناروتو از طرفمون فرار کرد تنها کاری که میتونیم بکنیم گرفتن ایگ دراگونه. الان اسپان پروتکشن توی اسپان کامل آف میشه. اینجا میتونیم پی پی بدیم و اند 10 دقیقه دیگه اند باز میشه. الان هم اسپان پروتکشن تقریبا میشه گفت باز میشه دیگه و اینکه ازتون خواهش میکنم تو سریع ترین حالت ممکن اند فایت رو سریع کنین. میخواین انتاری بزنین اون وسط، میخواین نمیدونم هر کاری که میخواین بکنین و دوستان وای دارن دراگون میزنن. بچه تورچشو بذار بردارم. اوکی تخمش من من فقط هم بلاک جمع میکنم. بابا چیه؟ بچه اوکی، داشتم تو رو می‌زدم. من برداشتم تو خدا رو برداشتم. بیا اووربورد رفتم تمام. بچه 10 ثانیه دیگه. حاجی من این بیس بتونم یه نفر رو بزنم تمومه. چیزم خیلی اوکی. شنکو ناکشه زد. خوبه. پسری چیا داشت؟ ناکشه توتم. اوکی من زمینی پاس بدین من واقعا شینوبی اینجاست. بی دومالم برو. من میرم ببین دنبال- شیفت رو نگه دار همینو تا برو زیر زمین. اوکی من جون لاگ اوت کنی میگن چرا لاگ اوت کردی. میگم به تو همینو بکن برو زیر زمین فقط شیفت رو نگه دار. بول شیفت کن. دور برتم ببر. بزنید تا اینا دوستان دارن فایت میدن تا بتونن شبو مثل بچه آدم بخوابن. دوستان بشینیم تعریف کنیم بگیم که آقا چه خبر؟ ساب کردی؟